دوستان، امروز در کنار دکتر یگانه عزیز همراه بودیم با یک کیس درمانی دیگه که خیلی شایع هست، دیفت لثه، که دو شکل درمان داره. یک شکل معمولش که با تیغ هست و بطری یا اینا که خیلی دردناکه و مشکل هست که من به هیچ عنوان متخصص لیزر توصیه نمی‌کنم، و یک شکل دیگه‌اش که خیلی بروز هست و بی دردسرتر هست با لیزر هست. در حقیقت ما با لیزر میکروبیولوژی کمپانی بایولیز لثه ها رو به اون شکلی که نیاز داریم فرم میدیم. توی روش نیاز به بخیه نداریم، پومزی بیمار نداره، نیاز به هیچ مراقبت خاصی نداره و در کوتاه‌ترین زمان هم بیمار از اون میتونه کار زیباییش رو انجام بده. من قطعاً به شما دوستان پیشنهاد میکنم که زیبایی لثه هاتون رو بسپرید به دست لیزر. مرسی.